ولی خدا نکند جوان این ویروس بیاد و یا امثال این ویروس ایمان رو ببرد، اعتقاد رو ببرد، عقیده رو زیر سوال ببرد، که متاسفانه این در حال شکل گیری است. صحبت‌هایی در فضای مجازی رد و بدل میشه از بعضی از افرادی که من توقع نداشتم اصلا. حالا بعضی از دوستان فقط جهت سوال اینها رو برای من ارسال کردن، ولی خیلی ها حقیقت به عنوان دهنکجی که بله این ویروس خدا رو هم قرنطینه کرد. نعوذ بالله. حالا هدف از خدا چی هست؟ کعبه هست. چون کعبه قرنطینه شده، عمره رو مسئولان عربستان برای مدتی تعطیل کردن. من از شما جوان میپرسم مگر کعبه مالک نفع و ضرر هست؟ مگر کعبه خداست؟ کی تا به حال به شما گفته کعبه شفا میدهد؟ خودش قرآن میفرماد انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اون جمله تاریخی فاروق اعظم رو نشنیدید وقتی در مقابل حجر الاسود قرار گرفت؟ گفت یا حجر الاسود اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلته. ای حجر الاسود، تو سنگی بیش نیستی، نه مالک نفعی نه مالک ضرری، تو نمیتونی برای شفا بدی. و اذا مرضت فهو یشفین. شفا دهنده الله هست. یطعمنی و یسقین. غذا دهنده و روزی دهنده الله هست. کسی نمیتونه بگه کعبه شفا میده. هیچ مسلمان این اعتقاد رو نداره. این چه شبهه‌ای از ریشه غلطه. ای جوان، من دارم به تو میگم یه سری انسان‌ها پشت درهای بسته داره سناریوهایی ایجاد میکند برای اینکه ذهن تو رو مشوش کنه. اون موقع جوان ما نپرسیده و تحقیق نکرده آب در آسیاب اونها میریزد. این عجیب است. ما اگر میگیم بیت الله این یک نسبت تشریفی است. خب ارض الله هم داریم، شهر الله هم داریم، ناقة الله هم داریم. نعوذ بالله وقتی میگیم ناقه هذه ناقة الله یعنی این شتر خداست؟ استغفر الله. وقتی میگیم شهر الله یعنی این ماه خداست؟ بقیه ماها ماهای خدا نیستن؟ الله اونا رو خلق نکرده؟ شهر الله این نسبت تشریفی برای ماه رمضان است. ناقة الله این نسبت تشریفی برای شتر حضرت صالح است. بیت الله همینطوری است. کی گفته خانه خداست؟ حضرت بلال رفت در فتح مکه روی خانه وایساد اذان داد. از خدا بترسید. این که خانه کعبه برای جلوگیری از این ویروس، گسترش این ویروس مدتی تعطیل شده، این هیچ منافاتی نداره. چرا جوانان ما رو اغفال دارید میکنید؟ چرا به خودتون اجازه میدید این ویروس رو در ذهنها و اندیشه ها و افکار ناب امت اسلامی تزریق کنید؟ از کی دارید پول میگیرید؟ با کدوم سازمان های ضد بشری در ارتباطی؟ با کدوم سازمان صهیونیستی در ارتباطی؟ کی داره هزینه این تبلیغات گسترده و خصمانه و نابخردانه شما رو داره تأمین میکنه؟ و شما جوان مسلمان چرا؟